بسم الله الرحمن الرحیم. بنداد به الله ناما که آسک باز مهربان و زبرین رحم کنو کیه. والمرسلات عرفا، سوگندین گواتانی دلان سرد کنو کیه. فالعاصفات عصفا، پدا تشتشو بورینو کین گواتانی. والناشرات نشرا، و پدا پحکین تالان کنوکین گواتانی بزان جنبرانی. فالفارغات فرقا، پدا پحکا پح گیشینوکانی. مراد ملائکتن بزان حق و باطل میانا سرکنوکین آیاتا گیشینند و پیغمبران سر کنند. فالملقیات ذکرا، پدا سوج و پنت دور دیوکانی. عذرا او نذرا، پمیاری کنگا یا پترسی نگا. بزا ملائکت وحیان فهمش کارند و پیغمبران سر کنند تا که مردمانی سرا حجت و میار قائم کنگ ببید. بانداتگین روچا بزن قیامت روچا مردم اشیا گوشت مکنن که ما سرپد نیتیم، ما صحیح نیتیم، ما را هیچ کسا سوج و پند نکتگه. و دومی مقصد همیشه این که چه الله عذابان بترسند، مردم چه الله عذابان بترسند و تچکین راستین راها تچکین راها گیچین بکنند. انما توعدون لواقع، بیشک هرچی که شما وعده هده یک بیتگید بیگیه الله ما بیت. چه سوگندانی ورگا مقصود قیامت اهمیت ظاهر کنگین که الله ما وتی وحده سراکیت و آیه تها هیچ ورین شک نیه که الله جل جلاله سوگند یاد کند. فاذا النجوم طمست، فاذا النجوم طمست، وحدی که استار بی روشن کنگ بند. و اذا السماء فرجت، و آسمان تل تل کنگ بیت. و اذا الجبال نصفت، و وحدی که کوه سر دیگ بند. و اذا الرسل اقتت، و وحدی که رسول یک جا مچ کنگ بند. درستی این پیغمبر سبحان الله قیامت روچا الله یک جا حشر کن مچش کن پیغمبران پهکن از آدم حضرت آدم تا خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم. لأی یوم اجلت، لأی یوم اجلت، تا کجام روچا آیان دیرند. لیوم الفاصله، تا پیسله روچا پیسله کنگ روچا حساب و کتاب روچا بزن همه روچا که نیک بهشتا برگ بند و بد بدی مردم دوزها. و ما ادراک ما یوم الفاصله، و تو چی سر پده که پیسله روچ حساب و کتاب روچ چیه. ویل یومئذ للمکذبین، تباهی آن روچا پا دروغ بند کنو کن. الم نهلک الاولین، آیا ما نیست و نابود نکتگتن پیسریگین. ثم نتبعهم الاخرین، پدا آیانی پشتا دیم دین رندگینا. كذلك نفعل بالمجرمین، همیه پیما کنه ما گناهگاران گو مجرمان ما همیه پیما کنه. ویل یومئذ للمکذبین، تباهین و بربادی آن روچا پا دروغ بند کنو کن. همه این که الله آیاتان نمنن دروغ بند شکنند
الله جل جلاله حکمان نمانند، خاشایش کنند. الم نخلقكم من ماء مهین، زانا ما شما را اڈ نکد، ما شما را جور نکد چه بیکدرین و سلین آپیا. فجعلناه في قرار مكين، گوڑا ما کت مهرین جاگهیا بزا همی آب، ما مهرین جاگهیا کت بزا مات رحم تها ما کت، چه مهرین جاها مراد مات رحم. الى قدر معلوم، تا یک زانتگی اندازه، تا که 6 ماها یا که تا 9 ماها. زانگ لوٹی که چوک آرگ کمترین مدت 6 ماهه. فقدرنا فنعم القادرون، پدا ما کد کو، فقدرنا پدا ما کد کو فنعم القادرون، گوڑا چونی زبرین قدرت دارو که یہ که ما چه همه سلین آپا در 6 ماه و 9 ماه و 8 ماه مات رحم تهی بدارین مهرین جاگاه یا پدا رندا خون بی خونا گوشت بی، گوشتا چه انسان شکل و صورت اڈ بی، ما چونی زبرین قدرت دارو که فنعم القادرون. الله فرمایش کن چونی قدرت ما را هستی. نظام یہ بابتا که انسان جسم و گوش و چم و آدگه آزاد چون ببند، یہ بابتا ما درست اندازه جت و همه رهبندا آیه آزا انسان ما مان داتند گوتی قدرتا. ویل یومئذ للمکذبین، تباهی و بربادی آن رو چاپ دروغ بند کنو کن. الم نجعل الارض کفاتا، زانا ما جور نکو زمین یک جاگه کنو کی. احیاء و امواتا، زندگ و مردگم، هر چیز جاگه مهمی زمین نه، زندگی و مردگی. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وما يركض زمین تها برزین و مهرین کوه و ما وارید شما را آب وشتامی. ویل یومئذ للمکذبین، تباهی و بربادی آن روچا پا دروغ بند کنو کن. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، درک ببید بروید به هنچین سایگی یا که سی بهرند. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، بروید تو درک ببید به همایی که شما دروغ بند کتگد. پرشته دوزهیان همشیه گوشن برید دیم به همه دوزها که شما دنیای سرا دوزه و جهنم شما دروغ بند کتگه. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، بروید تو زید پا درک برید پا درک ببید به همایی بزن پا دوزها که شما دروغ بند کتگد. فرشته همه بدین مردمان و دوزهیان گوشند. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب، بروید تو درک ببید به هنچین سایگی ها که 3 بهره. لا ظلیل ولا یغنی من اللهب، نه سارتین سایگی و نه کاردن تپشا هیچ چیزا، سارتین سایگی نه هیچ. انها ترمی بشرر کالقصر، بیشک آس چگلدن، اما آس جهنمه
دور دا چگل دا اشکران چو ماریا چو کسر و ماریا برزیم کسر و کلاتان و تی اشکران چگل دا هما جهنم آس كأنه جمالة صفر گوشه که زردین هشترن بزن دوزه یک اشکری کده ماریه بی کده کسر ماریه بی و پدا همی تشتشو هر یک تشی همی اشکرانی کده هشتریه بید سبحان الله هر یک چوندی همی دوزه اشکرانی جین کده کسر ماریه مزنی کلاتی و اگه همی اشکر پدا تشتش بی چوند بی هر یک چوندی کده هشتری کنتین جوانه هنچو مزنه سبحان الله الله جل جلاله ما را و شما را سرجمی امتا چه دوزه آسا و اشکران برکینا ویل یومئذ للمکذبین تباهی و بربادی این آن روچا پر دروغ بند کنو کان هذا یوم لا ینطقون یہ ہما روچین که خبر کت نکنند ولا یؤذن لهم فیعتذرون و نه اجازت دیگه بند که عذر پیش بکنند بزن عذران پیش کت نکنند که ما را سوج و پند کنگ نبیت دنیای سرا درستی آیات و نشانی و پیغمبر ما پا آیان دیم داتگن دیگه آخرتا قیامت روچا هیچ عذری و هیچ میاری هم پا ارت نکنن ویل یومئذ للمکذبین تباهی و بربادی آن روچا پا دروغ بند کنو کان دلگوش دارین چون جاها همی سوره مبارکه یا همی لفظ ویلون ویلون چون جاهات که الله ما را هشدار دا الله ما را صحیح و سرپد کن که شر بزاند صحیح و سرپد ببید ما را گوش معلومی دا گوتی آیاتا ما بندیان که چوتی گناهان شهر کنه دستا بدارن چه گناهان توبه بکنه ویل یومئذ للمکذبین یک جاهی نه بلکه چون جاها همی سوره تها سوره مرسلات همی لفظ تکرار و مکرر آد که تباهی آن رو چاپ دروغ بند کنو کان هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین ایشین روچ فیصله ہے ما مجھ کت شما را او ساری شما را و آپیسری ما پهگدا مجھ کتند همیشی فیصله روچ صاحب کتاب روچ هذا یوم الفصل فإن كان لكم كيد فكيدون نو اگه پس شما مکری پش کبته برا و تی مکرا و تی کیدا و تی پندلا و تی پریبا ادا کاری بندید پما بزن اگه شما را و تی رستگار کنگه قدرتی هست برا آیه کار ببندید بل شما را هیچ قدرت نیست که و تا چی عذابان برکینه تو رستگار بکنید ویل یومئذ للمکذبین تباهین تو بربادی آروچا پا دروغ بند کنو کان ان المتقین فی ظلال و عیون بیشک پرهیزگار مسارتی سایگانی تها و چمگانی تها بند سبحان الله الله جل جلاله ما را و شما را درستی امتا آسارتین ساهگان بهشتگان و چمگان آپان نصیب بکن رنبوکین چمگان بهشتگان و فواکه مما یشتهون و نیوگانی هرچی که آیانی دل بکشید کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون برت و بنوشید دل تبا پس ثوابا وتی کتگی عملانی انا كذلك نجزي المحسنین بیشک همی پیما ما اجر و مزد دیں نیکوکاران و شرکاران
محسنین ما همی پیما موز دیں. سبحان الله سورین وشی موز. ویل یومئذ للمکذبین، تباهی و بربادی آن روچا پا دروغ بند کنوکان. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. بر تو نب چست کنه کمی روچان، بیشک شما گنهگارت. ویل یومئذ للمکذبین، تباهی و بربادی آن روچا پا دروغ بند کنوکان. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، و همیه که گوشک بید آیان که رکوع بکنید بزن نماز بانید گوڑا رکوع نکنند، نماز نوانند. چه رکوع کنگا مراد نماز وانگی. آیان بگوشه نماز بوانه نماز نوانه، گوشه نماز چه دردا میگوا. دنیای سر آیان بگوشه که نماز بوانید و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، و همیه که گوشک بی آیان که رکوع بکنید نماز بوانید گوڑا رکوع نکنه بلکه نماز نوانه، مراد نمازه. ویل یومئذ للمکذبین، تباهی تو بربادی آروچا پا دروغ بند کنوکان. فبأي حديث بعده يؤمنون، نو کجام خبر سرا چه اشی پد یقین کنند. چدی یقین کنند؟ هجبر مراد همان نمنوک و کافرند. یقین هجبر نکنند تهما وحدی که ود پوتی چما الله جل جلاله عذابا وقت بگندن، بلا وحدی یقین کنگ آیانی دردا هیچ نوارد. صدق الله العظيم.